آقا چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال من سپهر هستم و امروز اومدیم سراغ بهترین هاد برای 4 انگشتی ها، برای کسی که 4 انگشتی پلی میدن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. کد هاد رو براتون داخل کامنت ها پین میکنم، برید برای اشتراک دارید میخواید استفاده کنید ازش. اما اگر یه سری پرو پلیرها رو دیدی که خیلی دارن خوب بازی میکنن، دلیل هیچ چیز نیست، یک سنسشونه، دو هادشونه که رو هادشون تسلط پیدا کردن. ولی اگر هادتو بد بچینی نمیتونی رو هاد تسلط پیدا کنی. پس من امروز یه هادی برات آوردم که چند سال خودم دارم باش بازی میکنم، مخصوص کسایی که 4 انگشتی بخوام پلی بدن، برای اینکه چجوری سنست هم پیدا کنی، که اونم ویدیوشو براتون گذاشتم. اگه میخواید یه پرو پلیر تمام معنی بشید حتما برید ویدیو داخل کانال رو ببینید، حتی اینکه لگمون چجوری کم بشه همه اینا رو براتون گذاشتم. همونطور که گفتم کد هادم براتون میذارم. یعنی یه جوریه این هاد که قشنگ اینطوری میتونید شاتگان بزنید. ببین یه شات میزنید داشتم، یه شات، دو شات، سه شات، 4 شات، نمیدونم چرا